یه شب سرد و ساکت، نویسنده مشهور به نام حمیدرضا مؤمنی بیجان روی زمین دفترش پیدا میشه. در بسته است، پنجره ها قفله و کنار جسد یه ماشین تحریر قدیمی با یه پیام مرموز 7024 381. پلیس اول فکر میکنه خودکشیه، ولی یه نکته هست. حمیدرضا اهل رمز بود. با کمک رمز گوشی‌های قدیمی پلیس پیام رو رمزگشایی میکنه و اسم قاتل ظاهر میشه. مریم ساجدی، دستیار شخصیه که همه بهش اعتماد داشتن، اما فقط یه اشتباه کافی بود تا همه چیز برملا بشه.